سلام. تا حالا به دنیای شگفت انگیز خرس‌های قهوه‌ای فکر کردید؟ این موجودات باورنکردنی چیزی فراتر از ستاره‌های قصه‌های پاریان هستند. خرس‌های قهوه‌ای یا همون اورسوس اورکتوس در سراسر اوراسیا و آمریکای شمالی پیدا میشن. اونا فقط بزرگ و بغلی به نظر نمیرسن، بلکه حیوانات جذاب و پیچیده‌ای هستند. اول از همه میدونستید که یه خرس قهوه‌ای میتونه تا 400 کیلوگرم وزن داشته باشه؟ این تقریباً اندازه یه ماشین کوچیکه. با وجود جسه بزرگشون به طرز شگفت‌انگیزی چابک هستن. اونا میتونن با سرعت 100 کیلومتر در ساعت بدوند. پس اگه یه وقت تو طبیعت به یکی برخوردید، سعی نکنید ازش فرار کنید. رژیم غذاییشون چطوره؟ شاید فکر کنید گوشت خوارن، اما خرس‌های قهوه‌ای در واقع همه چیز خوارن. اونا توت، ریشه گیاهان، حشرات میخورن و بله، از یه سید خوب ماهی، مخصوصاً ماهی سالمون، لذت میبرن. و این چیزی که ممکنه شما رو شگفت زده کنه. خرس‌های قهوه‌ای شناگرهای فوق‌العاده‌ای هستن. اونا میتونن چندین کیلومتر رو بدون خواسته شدن شنا کنن. این مهارت وقتی به کارشون میاد که دارن دنبال غذای بعدیشون میگردن یا از خطر فرار میکنن. خرس‌های قهوه‌ای استعداد خاصی تو به خاطر سپردن دارن. مطالعات نشون داده که حافظه‌شون با حافظه نخستیسانان قابل مقایسه است. اونا مکان منابع غذایی رو برای سالهای طولانی به خاطر میسپارن. باهوش، درسته؟ پس دفعه بعد که یه خرس قهوه‌ای دیدید، یادتون باشه که اونها چیزی فراتر از اون چیزی هستن که به چشم میان. این موجودات باشکوه واقعاً یکی از عجایب طبیعت هستن. ممنون که برای کشف عجایب خرس‌های قهوه‌ای به من پیوستید. تا دفعه بعد، کنجکاو بمونید.